اگه برای ماشینتون دوربین دنده عقب گرفتین و اونو نصب کردین همه چی تموم شده، لازمه یه سری نکات و تنظیمات رو در مورد دوربین دنده عقب بدونید. سلام، من کامران محمودی هستم و اینجا کامیکال است. در ویدیو قبلی آموزش کامل نصب دوربین دنده عقب رو براتون توضیح دادیم. اگه اوایل کار هستین و میخواین الان دوربین دنده عقب خودتون روی ماشینتون نصب کنید، پیشنهاد میکنم در کانال یوتیوب کامیکالا و یا در کانال آپارات و یا سایت کامیکالا در قسمت پلاگش برید اونجا آموزش نصب دوربین دنده عقب و کامل براتون توضیح داریم، برید اونجا ببینید. و حالا بعد از اینکه دوربین دنده عقب نصب شد، نیاز است یه سری تنظیمات رو بدونید. در ویدیو قبلی هم گفتیم که حتما نیاز هست که شما بدونید مانیتوری که میخواین روش دوربین دنده عقب نصب کنید چه قابلیت هایی داره. اگه مانیتورهای فابریکی باشه ببینید در قسمت تنظیماتش وارد بشید و ببینید دوربین های اشی رو پشتیبانی میکنه یا نه. و اگه مانیتور اندروید گرفتی حتما از فروشنده بپرسید که این مانیتوری که گرفتین دوربین دنده عقب رو پشتیبانی میکنه یا نه. حالا اگه دوربین دنده عقب روی ماشینتون نصب شده، کافیه سری تنظیمات رو انجام بدید. در مورد تنظیمات دوربین دنده عقب نکاتی که لازم هست بدونید اینه: برخی از مانیتور اندروید به صورت پیش‌فرض موقعی که شما دنده عقب میگیرید، در قسمت پایین یا بالا چپ و راست یه قسمتی داره به نام کامera سیتینگ. اونجا یه سری تنظیمات رو براتون میاره. برخی مانیتورهای اندروید این قابلیت رو دارن. اگه مانیتورتون این قابلیت رو نداره، کافیه که وارد قسمت کار سیتینگ بشید یا قسمت سیتینگ بشید و از اونجا برخیشون در قسمت سیستم سیتینگ، برخیشون در قسمت همون منوی اصلی سیتینگ که از یه بخش هست به نام ریورس. این بخش ریورس تنظیمات کلی دوربین دنده عقب رو در اختیارتون قرار میده. همونطوری که قبلا هم گفتم، اگه دوربینی که گرفتین فرمتش HD است و مانیتورتون هم از فرمت HD پشتیبانی میکنه، در قسمت تنظیمات دوربین در قسمت ورودی تصویر نیاز است که شما فرمت رو روی HD قرار بدید. و یا اگه روی HD و شما دوربین دنده عقب معمولی گرفتین یا موقعی که دنده عقب میگیرید صفحه سیاه است و چیزی نمایش نمیده، کافیه که تنظیمات مانیتور رو روی CCD بذارید و به راحتی اینجا میتونید تا به راحتی بتونید اون تصویر عقب رو روی مانیتور ببینید. برخی از مانیتورهای اندروید به صورت پیش‌فرض تنظیماتی داره به نام لاین. اون تنظیمات لاین همه دوربین ها اکثر، یعنی 90% دوربین ها دارن. این تنظیمات لاینی چیکار میکنه؟ میاد به صورت پیش‌فرض روی صفحه نمایشتون موقعی که دنده عقب میگیرید میاد خطهای راهنما رو قرار میده. اما خب موقعی که ما میدونیم همه دوربین ها این قابلیت ها دارن، این به درد چی میخوره؟ ببینید برخی از دوربین های دنده عقب مثل مدل هایی که ما در ست کامیکالا داریم و اشاره کردیم به خطکشی متحرک و یا مووی، میایید موقعی که شما دنده عقب میگیرید و ماشین حالت زاویه پیدا میکنه، این خطکشی میچرخه باهاش، یعنی با همون زاویه که ماشین چرخش داره میچرخه باهاش و احتمال داره شما دچار خطا بشید. و به خاطر همین برخی مانیتور اندروید این قسمت لاین هم گذاشتن تا شما اگه اینو فعال کنید در مانیتور اندرویدتون هم یه قسمت خطکشی اضافه میشه که همون قسمت متحرکی که خود دوربین داره رو داشته باشید و همون خط ثابت هم داشته باشید تا شما بتونید خیلی راحت‌تر پارک کنید. این به همین نکته که گفتم و اشاره کردم برمیگرده که شما میتونید تا خطکشی رو روی مانیتور داشته باشید. تنظیماتی که در مورد دوربین دنده عقب، بخشای دیگه که نیاز هست به جز فرمت و به جز این خطکشی که لازم هست مانیتور داشته، در واقع دوربین داشته باشه و در مانیتور قابلیت تنظیم داره، میمونه بخش رنگ، بخش نور. اینا به درد چی میخورن؟ خب موقعی که ما ببینیم به صورت پیش‌فرض دوربین ها خودشون رنگ و نورشون در واقع تنظیمه، به درد چی میخوره؟ ببینید برخی یا حالا به دلیل اینی که احتمالاً چشماشون به نور حساسیت داشته باشه، علاوه شب‌ها موقعی که مانیتور روشنه احتمال داره چششون اذیت بشه، میان نور مانیتور رو خیلی کم میکنن و این موقعی که موقع پخش فیلم و یا رو منو این احتمال داره زیاد مشخص نباشه به خاطر اینکه چش اذیت میشه. در این صورت موقعی که دنده عقب میگیرید احتمال 90% هم شما با این مشکل روبرو میشید. اما برای اون دوستان عزیز کافیه که نور و رنگ رو ببرن به بالا، در واقع به حدی که بتونن اون شفافیت رو همون نور تاریک مانیتور بگیرن و بتونن بهترین تصویر رو داشته باشن. یعنی برخی دوستان ماشینشون توی پارکینگی که خیلی تاریک نیاز هست که این تنظیمات رو روی
تنظیمات مانیتور نسبت به دوربین داشته باشن. نور رو کم و زیاد کنن، رنگ و در واقع تنظیمات رنگ و نور، تنظیمات بخشی که در قسمت همون مانیتور قابل دسترسیه. همونطور که گفتم برخی از مانیتورها در قسمت موقعی که دندقب میگیرید یه گزینه اضافه میشه و به نام سیتینگ مانیتور یه حالت فلش کوچیکی هم داره، هم از اونجا قابل دسترسی تنظیمات. وقتی مانیتور هم در قسمت سیتینگ، برخی مانیتورها تنظیمات بیشتری دارن مثل آینه کردن تصویر و حالا به هر دلیلی موقعی که شما دارین از این قابلیت استفاده میکنید احتمال داره بخواید این قابلیت هم فعال کنید، مثل در واقع بالا پایین کردن تصویر. این بیشتر برمیگرده به یه سری ماشینای خاص، شاید ماشین خاصی که شما میخواید دوربین رو روش نصب کنید، به خاطر طراحی دوربینی که داره شما به جای اینکه مثلا حالت چوباقی رو به بالا نصب کنید اون رو پایین نصب کرده باشی و نیاز هست حتما تصویر وارونه بشه، چپ و راستش درست بشه و بالا پایینش. به خاطر همین برخی مانیتور حرفه‌ای این قابلیت هم براشون گذاشتن. شما اگه وارد قسمت تنظیمات دوربین در مانیتور بشید، برخی به نسبت حرفه‌ای بودن مانیتور شاید تنظیمات دیگه‌ای هم ببینید، علاوه بر تغییر فرمت، علاوه بر رنگ و نور، علاوه بر خط کشی، علاوه بر آینه کردن و یا بالا پایین کردن، کلی تنظیمات دیگه احتمالاً داشته باشید و اگه نیاز هست در مورد تنظیمات بیشتر دوربین ما ویدیو تولید کنیم، چه بخشی مد نظرتون هست حتما در قسمت کامنت ها بپرسید. ما سعی می‌کنیم در سریع ترین زمان ممکن ویدیو رو براتون تهیه کنیم. حتما کانال کامیکالا رو در یوتیوب و آپاراتو، در حتی اینستاگرام هم حتما فالو داشته باشید، سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و اگه نیاز از اینو برای دوستانتون هم حتما ارسال کنید. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. خیلی مخلصیم.